کانال بومدو تیوی که هنوز 3 ماه پیش شماره ابونچیونش در یوتیوب به 100,000 رسیده بود، از مأموریت این شبکه جایزه نقره‌گون را به دست آورد. این جایزه به کانال های داده می شود که شماره ابونچیونشان به 100,000 رسیده است. اداره پایگاه خبری بامداد به تمام تماشابینان خود در یوتیوب برای نویل شدن به قله بلند اظهار سپاس می کند. این پیش از همه جایزه شماست، چون که محض با شرافت شما و محبت و علاقه شما به برنامه های ویدیویی بامداد به دست آمده است. فتح قله های 100,000 ابونچی این تنها آغاز راه ما به سوی قله های باز هم بلندتر در یوتیوب است. آمارها بیانگر آن است که شماره ابونچیان ما تنها در یک ماه می 10,000 نفر دیگر افزود تا امروز الکی به 123,000 نفر رسیده است. همین طور ماه می ویدیوهای بامداد در یوتیوب 8.5 میلیون تماشابین جمع آوردند که برای ما یک دستاورد رکوردی است. بامداد تیوی همگی 1 سال قبل قله 1 میلیون تماشابین در یک ماه را در یوتیوب فتح کرده بود و امروز این رقم را به 8.5 میلیون رسانید. بار دیگر سپاس به یک تماشابینان عزیز ما برای نویل شدن به جایزه نقره‌گون یوتیوب. بار دیگر تکرار میکنیم که این پیش از همه جایزه شما تماشابینان عزیز ماست. مبارک باد و به پیش به سوی فتح قله های نو.